آقا همیشه تصور ما نسبت به روحانیون یه چیزی بوده تو مایه‌های مثلا خشک مذهبی، الان یه اونجوری هم نیست. یه حاج آقای باعث اینجا داریم، امروز اومده تمرین. حاج آقا خودت معرفی می‌کنی؟ زنده باشی. بله من فرهنگیانم، در خدمت شما. چند سالتونه؟ 27. چند وقت تمرین می‌کنی؟ من ورزش‌های رزمی رو تقریبا به پایان رسوندم. مسابقات کشوری استان. بدنسازی چند وقته؟ بدنسازی تقریبا 3-4 ماه. 3-4 ماه شروع کرد. واسه دل خودتون تمرین می‌کنین یا حرفه‌ای قصد داری مثلا رو استیج بری و اینا؟ نه رو استیج که دوست ندارم برم، ولی حرفه‌ای تمرین می‌کنم. حرفه‌ای. این که آدم یه بدن خوشگل داشته باشه چه ایرادی داره؟ خیلی عالی. امروز چی داری برنامه؟ امروز پا. اوه نمیپیچونی که روز پا رو؟ واقعا دوست دارم برم، الان دیگه وقتمو بگیری میرم. صد تا روز پا میذاری یا میپیچونی؟ وقت میذاریم حرفه‌ای، یعنی میخوام شما بیای تمرین کنی ببینم میتونی مثل من تمرین کنی. من پایم. بسم الله. آره گفتی 27 سالته شما. 27. من البته 30 ام. بله. ولی خب معلومه شما انرژی از من بیشتره دیگه. عزیز خب ماشاءالله حاج آقای خوشتیپی هم از این دندون مندون همه لمینه تو دیگه کار درسته دیگه. خب خیلی مخلصیم، خسته نباشین. آخر تمرین ان شاء الله میبینم.